همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. برنامه این هفته پیک شادی رو در حالی شروع می‌کنیم که زمان زیادی تا برگزاری گردهمایی بزرگ ایران آزاد باقی نمونده و اشرف نشان‌های شورشگر و خستگی ناپذیر بعد از برگزاری تظاهرات‌های باشکوه در بلژیک و سوئد خودشون رو برای حضوری پرشور در گردهمایی جهانی ایران آزاد آماده می‌کنن. به همه ایرانیان شریف و آزاده درود میفرستیم و به همه دستاندرکاران کارزارهای مقاومت ایران دستمریزاد و خسته نباشید میگیم. با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان و با امید به اینکه بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهاتون بیاریم، توجه شما رو به برنامه این هفته پیک شادی جلب میکنیم. این هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوز درمانی اخیر عظما و تحریم 61 شخصیت آمریکایی که سر خودش خراب شد و سوژه کلی طنز و جوک شد. وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای 61 مقام آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین را به فهرست تحریمی اضافه کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه خود آورده طبق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، اشخاص جدید به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. معلوم شد خرس ولایت از ضرباتی که خورده اساسی گیج شده و دچار خود درگیری شده. آخوند رئیسی هم مثل خر تو گل وعده‌هاش گیر کرده و ملت فیلم‌های وعده‌های تبلیغاتیش رو میکوبن تو سر و عمامش. من تلاش میکنم که اون وعده‌ای که میدم یا وعده ندم یا اگر وعده میدم حتما عملیاتی اجرایش کنم. احتمالاً اگه الان از آخوند رئیسی بپرسید که 6 کلاسه دروغگو حاصل وعدهات کو، اینطوری جواب میده. این هم یه نمونه از اون 1 میلیون مسکنیه که رئیسی وعده ساختشون رو داده بود. اینجاست که صدای سگ و سیله های عظما توی استبل ولایت هم در میاد و از این جفتکا نثار عمامه رئیسی میکنن. امروز متاسفانه مطالبات مردم در حوزه اقتصاد از مطالبات کلان و با کرامت در شهرستانها، استانهای غیر تهران به تأمین نان خالی نازل یا نزول پیدا کرده است. این چه مدیریتی است؟ آقایونی که نمیتوانند نان خالی سفره مردم را مدیریت کنند در کشوری به این عظمت با این منابع، خب واگذار
چه لزومی داره؟ به این ترتیب مجلسی که قرار بود پشتیبان دولت رئیسی بشه حالا اینطوری براش دندون تیز میکنه. حالا کار به جایی رسیده که امام جمعه خامنه‌ای هم اعتراف میکنن که نظام به ته خط رسیده و بدجوری گیرپاچ کرده. تلاش اونهایی که چهره دیدن نظام مقدس اسلامی را ندارن این است که بگویند جمهوری اسلامی شکست خورده، جمهوری اسلامی نمیتواند مدیریتی را عرضه کند که دنیا و خودش رو اداره بکند. این هم یک تصویر شماتیک از نحوه مدیریت بحران و اداره جامعه به سبک آخونده ها. علی فایر! Fire, man! توی چنین شرایطی آخوند رئیسی از قیچیکاری‌های بیشتر خبر داد و معلوم شد عظما به این جراحی‌ها راضی نشده و بازم میخواد قلع و قم کنه. من معتقدم هر کس دغدغه مردم رو نداره، روحیه تحول خواهی رو نداره، باید با حاشیه رونده بشه و اون که در متنه باید نیروهای انقلابی دغدغه‌مند نسبت به مسائل مردم و مشکلات مردم باشن انشاءالله. تو این روزا فیلمی از گوشمالی مسئولین دولتی در پاکستان توسط مردم منتشر شد که آخوندا رو از اون چی که در انتظارشونه حسابی به وحشت انداخت. عظما هم که دنبال دولت جوان حزب اللهی بود مأموریت یه جوون 95 ساله به نام جنتی لعنتی به مدت 6 سال دیگه توی شورای نگهبان تمدید کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 91 قانون اساسی و در احکامی جداگانه عضویت آقایان آیت الله حاج شیخ احمد جنتی، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد رضا مدرسی یزدی و حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی شب زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. حالا جنتی توی 6 سال میخواد چه غلطی کنه؟ پاسخش روشنه، یا از این ادا و اطوارا در میاره یا همین که شروع میکنه به تته پته کردن و خزعبلگویی. از که درس میدادیم و تو و شفارس بودن که واقعا ما از جدا شد از مذهب حقانی، شهید از دست رفته و بعد آقای مشنگستان این هفته رو با صوتی سخنگوی جدید وزارت خارجه آخوندا شروع میکنیم که معلوم ضربات اخیر بعد جوری زبونش رو بند آورده. به خصوص در حوزه همسایگان و در چارچوب سیاست همسایگی بودیم و هستیم که میتونه نمایی از تبلور ایران قوی. یادتونه هفته پیش این سوتی استاندار آخوندا تو کرمانشاه رو پخش کردی؟ وقتی بحث مذاکره میشه میگن 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1.
یعنی همه 4 نفر دنیا یه طرف هم جمهوری اسلامی، یعنی عزت نیست برای ما. طرف اومد ابروی قضیه رو درست کنه، زد چشمش رو هم کور کرد. در خصوص 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1 خب مشخصه که ما وقتی میگیم 5 به علاوه 1 یعنی کشورهایی که حق وتو دارن به اضافه آلمان، یا 4 به علاوه 1 که آمریکا خارج شد به اضافه آلمان. کاملا پیداست و هدف از گفته‌های منم همین بود که جمهوری اسلامی در مقابل تمام قدرت‌ها که همه یه طرف میز هستن، جمهوری اسلامی یک طرف، و امروز این عزت و افتخار را مدیون خون شهدای عزیزمون می‌دونیم. البته از این مالکشی‌ها تو نظام خیلی زیاد شده. مثلا توی مسابقه در تیوی ریش اسم وریا غفوری رو روی وایت بورد نوشتن. برو بعدی دلم بده برو بعدی دقت کن تمرکز بعد از ترسشون تو همون مسابقه اسم رو حذف کردن و به جاش نوشتن وحید. بعدم مجری و سازنده ولایت مدارش اومد قضیه رو مالکشی کنه، اما بدتر شد. همونجا من به شک افتادم که اگر قرار باشه که این در پخش دچار اشکال بشه و مجوز پخش نگیره، بعد اون وقت امتیازدهیامون تو مسابقه به هم میریزه و خود مسابقه رو تحت تاثیر قرار میده. اونجا با مشورت خود شرکت کننده ها و اعضای تیم و اینا به این نتیجه رسیدیم که نام وریا عزیز رو پاک کنیم، یه اسم دیگه بنویسیم و که لااقل مسابقه دچار اشکال نشه. حالا بشنوید از این مشاور سرکرده ارتش تحت امر خامنه‌ای که برای که جلوی پاسدار سلامی کم نیاره یه خالی بندی جدید رو کرد. یک نکته رو من فقط خدمت شما عرض میکنم. ایشون میگفتن که روز آخر اون شب فرمانده نیروی دریایی ارتش هندوستان، یک سپهبد که سیک هم هست، سیک ها خدا رو قبول دارن، اینا هستن که ریشای بلندی میذارن امامن میذارن، یک سپهبد سیک و ما رو دعوت کرد گفت شام باید بید پیش من. و ما شام رفتیم پیش ایشون، شام رو خوردیم. وقتی که شام تمام شد آمدیم رو مبلا نشستیم که قهوه بخوریم. این سپهبد فرمانده نیروی دریایی ارتش هندوستان به رئیس دفترش که یه سرلشکر بود اشاره کرد که برو اون جعبه رو بردار بیار. رفت اون جعبه رو برد، درش رو باز کرد، ما دیدیم پر سیدیه. گفتیم اینا چیه؟ گفت اینا تمامی مطالب، بیانات و سخنرانی‌های مقام معظم رهبری است. ما هر چی که منتشر شده اینا رو پیاده کردیم، الان این تو اینا هستن و با لفظ I love him. کی اینو داره میگه؟ فرمانده نیروی دریایی ارتش هندوستان. همزمان با ارسال جدیدترین عکس‌های تلسکوپ جیمز وب از فضا، آخونده هم از این تصاویر توی تیوی ریش رونمایی کردن. تمام آسمان‌ها و زمین را آفرید، در 6 روز کل کائنات را آفرید. کهکشان‌ها، زمین، خورشید، آب‌ها، سنگ‌ها، کوه‌ها، همه شکل گرفت. آفرینش آغاز شد. تو روزایی که آخوندا از سایه خودشون هم میترسن، این حجت الاسلام مشنگ زیرلبی اومده یه فیلم از خودش ضبط کرده که اوضاع رو عادی جلوه بده. خبر نداره اگه همین رو بلند بگه همونجا درازش میکنن. من الان تو منطقه گردشگری عباس‌آباد هستم. جان خودم اینقدر که مردم به من نگاه میکنند و از من لذت میبرند، به طبیعت نگاه نمیکنند و از طبیعت هم لذت نمیبرند. اینه مشنگستان این هفته رو با یک کلیپ به پایان میبریم که کاملا بدون شرحه. از روز اولی که شعار تولید شد من گفتم نظرم راجع به این شعار، اما این شعار خنثیه. شعار خنثی به درد جنبش و به درد پیشبرد امر مبارزه نمیخوره. بایستی
در واقع به جای رضا شاه روحت شاد شعار درود بر رضا پهلوی داد. این شعار خنثی نیست. شعار رضا شاه روحت شاد شعاری است خنثی. بنابراین بگذار هر فرصت طلب حقه‌بازی بیاد و بگه استاری در واقع سلطنت طلب، پادشاهی خواه یا. خب ببینید، بذارید هر چی میخوان بگن. آبرو تو برای کجا میخوای؟ میخوای بشینی روش بهرهشو بگیری؟ مگه سپرده بانکیه که تو بانک بذاری بهره بیاد روش؟ اگر آبروی سیاسی داری باید خرج مبارزه کنی، باید خرج پیشبرد امر مبارزه کنی. آره بایستی بگی درود بر رضا پهلوی. یکی از فضانوردان با خودش یک لباس گوریل رو به صورت مخفیانه به فضا برده بوده. بقیه ماجرا رو خودتون ببینید. سلام و صد سلام به همه شما ستاره‌های کهکشون. الحق چه این روزا سیرت و بصیرت عظما رو چلوندید انداختید رو بند. کاری کردید که تا اسم کهکشون و اشرف نشونا میاد عظما اول گوشاش شل میشه، بعد واشر حمامش گشاد میکنه، بعد قلبش میفته تو جیب عباش. اون از بلژیک، اون از سوئد، اینم از کهکشون که تو راهه. کی اینه؟ وایس بینم. خسرو هوشنگ خان خودتی؟ چه تصادفی، نبردیم سوار تاکسی هوشنگ خانم شدیم. از سین و علام. بیا خسرو جون، بیا، خوش اومدی. اوه هوشنگ خان چقدر هوا گرم شده، دندانام هم عرق کرده. این آقای گالیله کجاست که میگفت زمین با سرعت دور خودش میچرخه؟ اگر میچرخه چرا اینقدر هوا گرمه؟ پختیم بابا. خسرو جون یه نصیحت از من داشته باش، هیچ وقت توی هوا نرو استخر. چرا هوشنگ خان؟ آخه نه که یه گوله نمکی میترسم اون تو حل شی. خب هوشنگ خان چه خبرها؟ وضع اوضاع عظما چطوریه؟ والا عظما هنوز از رو پل برجام در نیامده. آچار حکم دادگاه سوئد گیر کرد لای رادیاتورش. برای بچه قیام و کانون شورشی هم که دارن نظامشو عینهو میل فرمون بلبل دماغدار همینجوری میتابونن. دم شاگرد. یه چیزی هم فراموش کردی هوشنگ خان. تظاهرات های اشرف نشانا نگفتی. نه همون خسرو فراموش نکردم. اشرف نشونا جلوبندی و سمت شوفر عظما رو کامل صاف کردن رفته. خب حالا خسرو جان تو تعریف کن، تو چی کار میکنی؟ والا هوشنگ خان من یه مدتی از زدم تو کار ادبیات. عجب خسروی با ادبیاتی. خب ببینم یه شعر واسه هم هوشنگت بخون ببینیم. والا هوشنگ خان زندگیم الان بین 2 بیت شعر گیر کرده. عجب. سعدی میگه برخیز و مخور غم جهان
جهان گذران. تا پا میشم حافظ میگن بنشین و دمی به شادمانی گذران. فعلا نیمخیز ماندم تا تکلیفم تو بیت بعدی روشن بشه. خیلی عجب با ادبیاتی، اینجوری نمیشه، واسه امتحانت کنم. خسرو جون یه جمله با بالش بساز. بالش؟ آره. یه گنجش دیدم با برنو زدم تو بالش. بابا منظورم از بالش این بالش نبود، اون یکی بالش. فهمیدم، با برنو زدم به اون یکی بالش. ای بابا خسرو اصلا بالش رو به خیال، با تو شک یه جمله بساز. هوشنگ یعنی تو شک داری زدم به بالش؟ بابا نخواستیم اصلا، با پتو بساز. پتو شک داری زدم به بالش؟ خسرو بابا بی خیال، اصلا با تخت جمله بساز. خیال تخت زدم تو بالش. خسرو جان حالا این همه دور دور کردیم، آخرش ما نفهمیدیم مقصد تو کجاست، کجا داره میری؟ اصلا ببینم آقا جون اینا کجان؟ آقا جان اینا رفتن مهمانی، منم دارم میرم پیششان. عجب مهمون بازاری شده، منم که دارم میرم مهمونی. شما هم مهمانی؟ ما کلا سالی یه بار میریم مهمانی، اونم امروز. صبر کنم هوشنگ خان سلام. چی شد پس دیر شد که؟ الو خسرو جان کجایی شما؟ آقا جون اینا اینجا نا، بیاین میخوایم با همدیگه گرد همایی رو ببینیم، الان شروع میشه، بیاین. هوشنگ خان داشتیم؟ ما نگفته بودی جفتمان یه جا دعوتیم؟ والا خسرو جون منم همین الان فهمیدم. خب باشه بریم با هم گرد هما بیاریم. حالا که اینطور شده بیا یه سلفی بگیریم بفرستیم برای بچه های کهکشان. ای برو چشم. ایوالا. وقتی نظام الاغ لاغره، وقتی گوشه بسیجی یا کره، عظما کف اتاق ولو میشه، بهش میگن روزای آخره، بهش میگن روزای آخره، بهش میگن روزای آخره، بهش میگن روزای آخره. هم رنگ زغال شد بی سردار، لنگ عظمامون لنگ دلار، رفع تحریما آخ یه رویاست، شور سیدلی شور کالباس. هم رنگ زغال شد بی سردار، لنگ عظمامون لنگ دلار، رفع تحریما آخ یه رویاست، شور سیدلی شور کالباس. میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا. خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان. خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان. هم رنگ زغال شد بی سردار، لنگ عظمامون لنگ دلار، رفع تحریما آخ یه رویاست، شور سیدلی شور کالباس. میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان. خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان، خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان. از دور معلوم قاتلی بهت میگن عظمای بزدلی، از دور معلوم قاتلی بهت میگن عظمای بزدلی، که داره پشتک میزنه ولی بیچاره رو به موت سیدلی. پرت و پلاگویی ویژگی مشترک همه امام جمعه خامنه‌ایه، اما آخوند علم الهدا که به بوفالوی ولایت معروفه
و پدرزن رئیسی جلادم هست، در زمینه پرت و پلاگویی گوی سبقت رو از سایر رقبا ربوده. این آخوند مفتخور که اقدامات سرکوبگرانش برای مردم ایران و به خصوص هموطنان خراسانی کاملا آشناست، 3 کار یا مأموریت اختصاصی داره. یکیش مالکشی برای خامنه‌ایه. یکی دیگهش تعریف و تمجید از داماد جنایتکارشه. یکی هم سرکوب و غارت مردم خراسانه. قطعه طنزی رو در رابطه با همین بوفالوی ولایت با هم ببینیم. با سلام به معمار استودیوم 100,000 پسری، امام عمم و مدافع حقوق مردان عمامدار که دامنش هم آنتیزنه، یعنی مقام عظمای ولایت. این روزا دشمنان گیر سپیچ دادن و شعار مرگ بر داماد آنگوزمان ما سر میدن. هی میگن وعده های رئیسی آبدوخیاری بود، هیچ غلطی هم نکرد. بابا آخه مگه گذاشتید ابرام ما یه غلطی بکنه؟ اومد مسکن بسازه، دید نمیشه. اومد ورم تورم رو کم کنه، دید نمیشه. اومد هواپیما بلند کنه، دید نمیشه. اقتصاددانای نظام رو به خط کرد، دید به اندازه یه طویله گاو هم حالیشون نیست. بعد رفتیم خدمت عظما، 2 دود کارشناسی گرفتیم، دیدیم ای دل غافل، مشکل تو این بدحجابی هاست. آب میبندیم به زاینده رود، بدحجابی بیرون میزنه، خشکش میکنه. قیمت دلار رو میاریم پایین، بدحجابی میزنه، تالاپی میبردش بالا. اینجا بود که عظما گفت ابرام گشت ارشاد و آتیش کن که هوا پسه. الان هم بی خود دشمنای نظام نیان بگن نظام ما مرد سالاره. نه آقا جون، ما و نظام ما با مرد سالاری به غیر از 2 جا مخالفیم. یکی خونه، یکی اجتماع. بیرون منزل متعلق به مردانه، درون منزل هم متعلق به مردانه. زنان هم از هر تعلقی آزادن. الکی گول دشمنان نظام هم نخورید که میگن آزادی پوشش از مطالبات زنان ایرانه. نه خیر، شما از هر خانومی بپرسی مطالباتت چیه، میگه یکی سلامتی مقام عظما، یکی هم اجرای طرح نهی از منکر. بنده خودم این سوال رو از خانوما پرسیدم، از آیت الله مکارم شیرازی پرسیدم، از حاج آقا احمد خاتمی پرسیدم، از موحدی کرمانی پرسیدم. همه حرفشون همینه. حالا شاید دشمنا بگن اینا که خانوم نیستن. بله، اما وقتی من پرسیدم خانوماشون تو خونه بودن. این علما هم حرف دل خانوما رو میزنن. الان هم به جای این بحثای انحرافی باید همتون جمع شید از ابرام ما تشکر کنید که در یک اقدام پروپکانی اسم 61 نفر از شخصیت‌های استکباری رو همینجور کرده تو لیست تروریستی. یعنی لیست کسایی که اگه ما دستمون برسه تک به تکشون رو ترور میکنیم. البته تمام پولاشون هم الان تو قم و مشهد بلوکه کردیم. آرزوی تحصیل توی حوزه علمیه قم رو هم به دل خودشون و بچه هاشون گذاشتیم. همین الان باغ زردالوی جو ویلسون توی اسلام شهر رو، کارگاه تولید ظروف پلاستیکی دن بیکن توی جاده ساوه توقیف شده. پس چی؟ آهای بسیجی، چیه نیشه تو باز کردی؟ داری به ریش عظما میخندی؟ ای خاک بر سر ما که اومدیم روزه بخونیم کمدی استنداپ در اومد. و السلام علیکم. و کلش مزخرف بود بابا. دوستان، در گفتگوی این هفته پیک شادی صحبتی داریم در رابطه با یکی از محصولات نظام که واقعا مال خود نظام هستش و هیچ جای دیگه در دنیا شما چنین تولید و محصولی رو نمیبینید. بابک فکر کنم خودت بگی که این محصول چیه. بله، خوبه به رسم قدیم مثل 20 سوالی که این ببینیم این تولید 100% نظام چیه. مثل سوالای 20 سالی قدیم بود. مثلا من بپرسم جانداره، نمیدونم منقوله، تو جیب جا میشه، کدوم باشه؟ حالا ما چون
دیگه وقت نداریم، از 20 سوال میایم بیرون. این موجودی که ما میخوایم راجعش صحبت کنیم یک جانداری است به نام حسن عباسی. البته پرداختن به حسن عباسی یعنی چوب زدن به مرده. حالا چرا ما 6-7 دقیقه میخوایم سرش وقت بذاریم؟ این مثل این بیماری‌های مهلک هستن. نظام آخوندی بیماری مهلک دیگه. بعد میان یه ویروسش رو میگیرن میبرن آزمایشگاه بررسی کنن. این ویروس یعنی نمونه اون بیماری مهلک رو ببرید بررسی کنید. این میکروسکوپ هم نمیخواد چون داد میزنه وضعیتش. میشه از وضعیت این به کلیت نظام آخوندی پی برد. برای همین میخوایم یک 6-7 دقیقه بهش بپردازیم. ببینیم این تولید 100% داخلی چی هست. البته این تولید 100% نظام از همه چیز هم سررشته داره. از سینما بگیر تا ورزش، از هنر بگیر تا تلسکوپ جیمز وب، راجع به همه چی نظر داره و نظریه داره. نه سررشته نداره، تو همه چی فضولی میکنه. داستانش همون شعر هست، آن کس که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب ابد همینه. این نه تنها میمونه، بیشتر هم میشه هر روز جهل مرکب میشه. ببین زمانهای قدیم که احتمالاً یاد من نمیاد، یاد تو هم نباید بیاد. اون موقع یکی بود آرایشگر بود، دندونم میکشید، نلبندی هم میکرد. البته اون با شرفی بود، کار میکرد. این حسن عباسی مثل اوناست، چون تنلشه کار نمیکنه، فقط وراجی میکنه و حرافی. شغلش همینه. خودش هم دکتر معرفی میکنه. این رقبا اینا هم دعوا دارن دیگه تو این عالم بیشعور و آدمای خامنه‌ای، دعوای چیز رقابتی هم هست. یه روز گفتم بابا این اصلا دکتر نیست، رفقای خودش. جواب اونا رو توی کلیپی داد. اگه موافق باشه کلیپ رو ببینیم از زبون خودش که تو میخواد رشتهشو بگه، بعد ادامه بدیم. اگه وجود داشتید بحثای عباسی رو نقد میکردید. من تا زمانی که ممنوع تصویر شدم به مدت 3 سال کارشناس اول تلویزیون بودم. یعنی سال 80 81 82 از دست همین آقای لاریجانی جایزه ویژه تلویزیون تو بحث کارشناسی گرفتم. اگر یک کسی فقط میاد ادبیات میگه، یک کسی فقط سیاست میگه، یک کسی فقط اقتصاد میگه، یک کسی فقط کلام میگه، ما فقط مونده بود فردوسی پور یه شب نیاد ما جاش بریم فوتبال بگیم، اون خانومم نیاد آشپزی بگه. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اونور دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. بله. داره باز به زبان اشهدش میگه که تلویزیون رژیم تلویزیونی داره، یه سری کارشناس داره مثل این که تویش رشته تخصص فقط برنامه پر میکنه، اصلا مهم نیست چی میگن، فقط باید بشینن و حرافی کنن. خودش هم که معرفی کرد دکترینیره، دکترین مینویسه. حالا من نمیدونم مثلا تلفظش هم درست گفت، خودش میدونه چی گفت، از حفظ گفت، از رو خوند. حالا ببین من این حسن عباسی رو میبینم یا رفیقاش مثل رائفی پور و سعید قاسمی و کل همه دم دستگاهشون، یاد اون جمله قصار مرحوم انیشتین میفتم. مرحوم انیشتین گفته بود که 2 چیز انتها نداره، یکی کائنات، یکی هم بیشعوری و حماقت بعضی از انسان‌ها. بعد تاکید کرده بود که اولی یعنی کائنات ممکنه داشته باشه، ولی رو دومی مطمئنم یعنی بیشعوری بعضی از انسان‌ها مثل حسن عباسی انتها نداره. شاید این صحنه رو میدید انیشتین. ای کاش عمرش به دنیا بود و اثبات تئوریشو در وجود این جاندار میدید که واقعا انتها نداره، چون هر دفعه یک موضوعی رو میکنه این. بله. البته این کارشناس همه فن حریف نظام در زمینه‌های مختلف نظر میده. حالا رفته بود اخیراً سر فوتبال. سوال اینه که چی شد به فوتبالیستا پرداخت و نظریه راجع به اونا میده. گفت دیگه، گفت دورانی که لاریجانی بود فقط فوتبال تفسیر نکرد. عقده اون به دلش مونده بود، رفت فوتبال هم صحبت کرد. حالا ببینیم سر فوتبال چی گفته. صحبت‌های خودش هم جالبه. این تیکه فوتبالش هم بذاریم. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداریم. نگاه نکنید به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه. یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. بله. بابک میگم اگه میگفتن با مصلح اجتماعی و فوتبالیست و چادر یک جمله بسازیم و اینو میدادن به کامپیوتر تمام تنظیمات اولیه‌اش میریخت به هم. آخه کامپیوتر باید جمله معقول بسازه، چرت و چولا که نمیسازه. مطمئنه حتما که به هم میریزه. حالا ارتباط این سه تا با هم چی است که این فوتبالیست و چادر اینا ما نفهمیدیم. حالا از این که بگذریم، یک تزی هم داره سر اقتصاد جهانی، اون هم خیلی جالبه. میگه دیگه دکترینیره، دکترین مینویسه. این دیده علم اقتصاد جهانی در حال سقوطه، اونجا هم افاضاتی کرده این علمو نجات بده. سر اقتصاد هم تئوریشو گوش کنیم که جالبه. عزیزان میدونید چرا هر روز گرونتر میشه؟ کسی هم تو دنیا نمیتونه کاری کنه. همه جای دنیا داره گرون میشه، بیشتر از همه تو خود آمریکا. چون ثروت تولید شده یه کاسته ماسته.
اینو اگه بریزی توی پارچ یا یه تنگ میشه دوغ. اما اگر یه تشت بزرگ آوردی اینو بریزی نمیشه دوغ، یه آب سفیدی. بریزیش تو حوض که دیگه هیچ، تو استخر که هیچ. چه ضرورتی داره؟ اصلا چه ضرورتی داره مبنای اقتصاد ما دلار باشه؟ مملکت باید ورداره هر چی فارغ التحصیل دکتراست ببره ببندشون به گاری، بریزشون بیرون. میخوای اقتصادت حل بشه، هر چی کتاب علم اقتصاد غربی و هر چی فارغ التحصیل علم اقتصاد غربی ریش و پشمو و نمیدونم چادر مقنعه‌ای و لیبرالش از این اقتصاد بریز بیرون، مشکل حل میشه. بله خیلی ساده توضیح داد، کل اقتصاد با یه کاسه ماز و یه تشت آب توضیح داد. بعد گفت همه اقتصاددانو ببندیم به گاری. وسایل کمک آموزشی هم آورده یک کاسه ماست و یه تشت. ببین اینو نمیخوای بدی کامپیوتر چک کنه جمله‌شو؟ دیگه اگه این حرفایی که من میبینم اگه بدی به کامپیوتر، کلا کامپیوترها در دور خارجه. ولی با این حساب من سوالم اینجاست چرا بنیاد نوبل به چنین آدمی که با یه کاسه با یه لیوان ماست با یه تشت آب معضلات بزرگ اقتصاد جهانی رو حل میکنه نوبل نمیدن؟ واقعا حقشو خوردن. و یه گاری برای بستن یه گاری. ببین حالا سوال بعدیم اینه، یه همچین آدمی کنار دست خامنه‌ای و رئیسی هست میگن آب در کوزه و اونا تشنه لبان، چرا اینجوری مثل الاغ تو خر و الاغ توی اقتصاد گیر کردن؟ حالا البته معذرت میخوام از الاغ که نباید با خامنه‌ای مقایسش کنم، مثل خود خامنه‌ای و رئیسی تو گل گیر کردن. چرا از این ذخیره نظام که به این سادگی معضلات جامعه بشری داره حل میکنه استفاده نمیکنن؟ بیشتر میفرستنش بساط پهن کنن مثل مارگیرا عربده بکشه و داد و هوار بکنه. این سوال جای سواله. حالا جالب اینجاست که گفتم دیگه این برای اینکه جوگیر بشه یه تریبون میخواد، یه سالن، یه تعداد آدم بیشعورتر از خودش. تو یکی از این سخنرانیاش یک نفر با شعور مثل زیرسیاجی وارد میشه، مثل قطب مثبت که میخوره به منفی جرقه میزنه. ببینی وجود یه آدم با شعور در جلسه سخنرانی حسن عباسی چه موضوعی ایجاد میکنه. اینم کلیپشو ببینیم ادامه میدیم. اون چیه گردن؟ 4 تا اقتصاددان اسم ببر. این چیه گردن؟ 4 تا اقتصاددان اسم ببر. چرا قرمز آب پرسپولیسی؟ شومن 4 تا اقتصاددان اسم ببر. اینا چیه؟ 4 تا اقتصاددان اسم ببر. اومدی دانشگاه 4 تا اقتصاددان اسم ببر. عملاً کسی که با پیرن خاکستری کراوات قرمز میبنده با آستینگر، اون شومن خودشون. شما تمرین تئاتر میکنی؟ شما تئاتر تمرین میکنی؟ گرد 4 تا اقتصاددانه. اجازه بدید یه ذره حس خوبی بهش دست بده. بنده خدا تمرین تئاتر میکرده، کراوات قرمز بسته. خب بله بابا که ظاهرا خب بالاخره 4 تا اقتصاددان اسم میبرد دیگه، اینقدر مشکل حل میشد تو اون صحنه. بله ببین تو فکر کنی این سوال ساده ای از حسن عباسی؟ ببین اگه مثال بزنم من که جا بیفته، اگه یه آدم ورداره با یه سنگ گردو بشکنه چیز عجیبیه؟ نه. ولی اگه یه میمون بره یه سنگ پیدا کنه بزنه گردو بشکنه وایرال میشه، تمام دانشمندان میگن یه بارقه های از شعور در میمون دیده شد. این سوال جلوی حسن عباسی مثل همون سنگ است دست میمون، هیچگاه جواب بهش نخواهد داد، نه خودش نه رفقاش راهی پول جمع همیشه نمیتونن. این نمیذاره بارقه‌ای هم دیده بشه. اینقدر این سوال سخته که این حاضر جوابش رو نمیدونه که حاضر 10 دقیقه سکه یه پول بشه، دلغک بهش بگن، شومن بگن، این سوال جواب نده. حالا از این حرفا بیان بیرون. چرا حسن عباسی؟ ببین حسن عباسی واقعا تولید داخلی این رژیمه. رژیم یعنی همینا، یک مشت لات و لومپن وراج شارلاتان پشت امنداز که همشون هم سرجم میشن تو بیت خامنه‌ای، که چون خامنه‌ای هم خودش مثل اینا وراج و حراف و شارلاتانه، چون اونم چه تخصصی داره جز روزه خونی. برای همین اگه میخوای ماهیت نظام آخوندی رو در ساده ترین شکل ببینی، بگی تولید این نظام شده همین حسن عباسی، وراج، حراف و شارلاتان. البته یه تخصص داره، من قبول دارم، آدم کشی و غارت، این تخصص ویژه ایناست. امیدوارم تونسته باشیم حق مطلب رو که نه، چون اون که خیلی بیشتر از یه برنامه میخواد، در حد همین 7-8 دقیقه بیان کرده. بله خیلی خوب بود. تشکر میکنیم بابک از تو و باز هم در برنامه‌های دیگه با تو خواهیم بود و همراه با بینندگان عزیزمون پیک شادی رو ادامه میدیم. دو تا کیک زرد و غم و آه و درد و
یه تحریم سخت و ولایت رو تخت و یه بحران داغ و یه مشتی اولاغ و یه سریال برجام برامون گذاشتی با دنیا تو جنگ و به ما عرض تنگ و شکاف و نفوذ و غم سینه سوز و یه زهر سیاه و دروغ و گناه و تو سوریه برشام برامون گذاشتی. امامم کجایی جدیدن کجایی کجایی هیولا هیولا کجایی امامم کجایی جدیدن کجایی کجایی هیولا هیولا کجایی. امامم کجایی جدیدن کجایی کجایی هیولا هیولا کجایی امامم کجایی جدیدن کجایی کجایی هیولا هیولا کجایی. حتما اون ضرب المثل معروف رو شنیدین که میگن سوسکه به بچهش گفت قربون دست و پای بلوریت برم. حالا این ضرب المثل در رابطه با آخوندا و انگلزاده هاشون حالت معکوس پیدا کرده. یعنی بچه هاشون قربون دست و پای بلوری یا بهتره بگیم خونی پدراشون میرن. اصلا یکی از این کارهای این انگلزاده ها اینه که روی جنایت های پدراشون ماله بکشن و اون جانی ها رو الهه مهربانی و عطوفت جلوه بدن. به عنوان نمونه ببینید که پسر دشخیم حمید نوری در مصاحبه با تلویزیون خامنه‌ای چطوری از بابای جانیش حرف میزنه. حمید نوری پدر ما یه سری ویژگی اخلاقی دارن. یک، خیلی احساساتی هن. دو، به شدت دلسوز، عاطفی، میگرده دنبال این که چجوری میتونه به آدما کمک کنه. خودشو خرج میکرد از مال، از آبروش تا بتونه 2 نفر آشتی بده. بله، به شدت دلسوز و عاطفی بوده. اصلا دل نگو زغال جکسون بگو. احتمالاً علت این که رفته شکنجهگر و دشخیمم شده به خاطر دلسوزی زیاد و شدت عاطفش بوده. وقتی هیولایی به نام خمینی میشه امام مهربانی ها و دراکولایی به نام لاجوردی میشه مجسمه عطوفت، حمید نوری هم میشه دلسوز و عاطفی. 30 ضربه، 50 ضربه، 70 ضربه تا 100 ضربه شلاق نوش جانش کنن. همین الان هم شلاق هست. اگه یادتون باشه دختر رئیسی جلادم در زمان تبلیغات نمایش انتخاباتی رژیم پدرش رو همینطوری توصیف کرده بود. بزرگترین نقطه قوت آقای رئیسی چیه؟ خیلی مهربانه. اگر بخواید یه نقطه ضعف هم از ایشون به ما بگید. اونم خیلی مهربانه. خیلی مهربونه. خیلی مهربونه. خیلی مهربون هستن. شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم. نهار رو خونه خوردیم. قبلی‌ها خوردن نهار؟ ان شاءالله خوردن. آره دیگه کلاً مهربونه. هم نقطه ضعفش مهربونیه، هم نقطه قوتش. حالا راستی چرا اینا اینقدر روی مهربون بودن و دلسوز بودن تاکید دارن؟ اصلا انگار از روی دست همدیگه نگاه میکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که این جماعت در کانون تنفر مردم ایران هستن. علتش اینه که مردم ایران اونها رو به عنوان دشخیم و جانی و جلاد میشناسن و به همین خاطر فرزندانشون میخوان با این توصیفات مسخره اونها رو در ببرن، اما نتیجه عکس میگیرن و از قضا تنفر مردم ازشون بیشتر میشه. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ یک انیمیشن کوتاه که به موضوع صدور حکم علیه دشخیم حمید نوری اختصاص داره. عظما که نشستی که بدبخت شدیم. چی میگی ابرام؟ این که خبر جدیدی نیست. خیلی وقت بدبخت شدیم. به حمید نوری تو سوئد حکم حبس ابد دادن. یعنی حلقوممون رو آسفالت کردن عظما. ای خاک بر سر تو. پس اون دراز بیقواره امیر عبداللهیان چه غلطی داره میکنه؟ عظما بیا حمید نوری برات پیام صوتی فرستاده. ببین چی میگه؟
عظما جون سلام، چطوری بیمران؟ عزیز دلم این رسمش نبود. تو به ما گفتی برو سوئد عملیات چند وجهی را بنداز، میدون از دست دشمنای نظام بگیر. من گفتم بابا گیر میافتم. گفتی برو غمت نباشه حمید جون، حساب همه چیو کردم. گفتی سربازای گمنام برون مرزی اول منو میدن دم تیغ تا خودشونو سفید سازی کنن، بعد همون سربازای گمنام برون مرزی میان منو در میبرن. اما عظما سربازای گمنامت هیچ غلطی نکردن. ابرام تو چرا آبگوره گرفتی؟ من فکر خودمم عظما جان، این حمید نوری دم به ما هم نبود، اینو که اینطوری چلوندن. ببین با من و تو چی میکنن عظما. بدبخت، برو به اون حمید نوری بگو همون حبس ابد رو بچسب، از جا تکون نخور. با این وضع و اوضاعی که من تو ایران میبینم تا ملت ما رو آشولاش نکنن ولکن نیستن. الان هم بقیه هم دنبال اینن که برن سوئد حبس ابد بگیرن که دست مردم نیفتن. هان و زهر مار. دوستان عزیز، همراهان گرامی پیک شادی، در پایان برنامه امروز یه بار دیگه برای همه هموطنانمون در برگزاری گردهمایی بزرگ ایران آزاد آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که این کارزار درخشانتر از همیشه برگزار بشه و صدای مردم و مقاومت ایران رو به رساترین شکل ممکن بازتاب بده. با آرزوی این که تونسته باشیم در این برنامه خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. تا دیدار دیگر با شما خداحافظی میکنیم. سرفراز و برقرار باشید. دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا. هر پنج شنبه با ما پیک شادی.